درود دوستان، در این ویدیوی آموزشی ما میخوایم بحث هاردنینگ سرور، ایمن سازی سرورهای لینوکسی شبه یونیکسی رو باز بکنیم و در این جلسه خب ما با SSH کار داریم. پروتکل SSH یا مخفف Secure Shell. در ابتدا زمانی که سالهای خیلی قدیم، وقتی که میخواستید شما به مودمتون، به روترتون، به ماشین سرورتون متصل بشید، یک پروتکلی وجود داشت به اسم تلنت. هنوز هم ممکنه دستور تلنت رو روی داس، روی ویندوز، بعضی از ورژن‌های ویندوز، بعضی از ورژن‌های لینوکس یا یونیکس در دسترس داشته باشین، یا مثلا مودم خونه‌تون امکان تلنت بهش وجود داشته باشه. تلنت خب یک پروتکل خیلی ساده بود، هیچ رمزنگاری نداشت و به خاطر همین هم بسیار غیر ایمن بود و خب هر کسی که میتونست اون شبکه رو شنود بکنه، میتونست رمز شما رو بخونه، هک بکنه و پروتکلی بود که نیاز بود جایگزین بشه. برای همین تیم سیستم عامل OpenBSD روی پروتکل SSH کار کردن. Secure Shell، شل ایمن، شل در سیستم عامل منظور اون خط فرمان هستش که ما به صورت متنی دستور وارد میکنیم و کار میکنیم با اون دستگاهمون، و سکیور شل یعنی شل ایمن که تحت عنوان برنامه OpenSSH امروز در دسترسه. خب OpenBSD که یه سیستم عاملی هستش که تمرکزش روی امنیت بالا هستش، در ابتدا خب روی این SSH کار کرد، ولی به مرور زمان به سیستم عامل‌های دیگه راه یافت. روی لینوکس الان اون عمده چیزی که داره برای اتصال به سرور به کار میره همین هستش، چه بر روی حالا مک، چه بر روی با اندروید باشه، چه بخواد سیستم عامل‌های BSC دیگه باشه. برای همین خیلی از نکاتی که من اینجا میگم حتی فقط روی لینوکس هم قابل استفاده نیست، روی سیستم عامل‌های دیگه هم به این شرط که از SSH استفاده بشه قابل استفاده است. خب وقتی که صحبت از SSH میشه، ما یه SSH دیمن داریم. در سیستم عامل‌های یونیکسی دیمن که حالا معنی تحت لفظیش میشه دیو یا اجدا یا مثلا غول، ولی حالا منظور به یک برنامه‌ای هست که در بک‌گراند اجرا میشه و کار خودش رو در بک‌گراند انجام میده. مثلا شما ویندوزتون رو که استفاده میکنید، در بک‌گراند ویندوز ممکنه یه سری کارهای سیستمی رو انجام بده، مثل آپدیت سیستم، مثل چک کردن فایل برای ویروس. این کارهایی میشه که در بک‌گراند و به اصطلاح به صورت دیمن داره اجرا میشه. و خب من هم میتونم یه SSH سرور داشته باشم، هم میتونم یه SSH کلاینت داشته باشم. یعنی چی؟ یعنی این که من الان مثلا سرورم که اینجا باز هستش و خط فرمانم هم باز هستش اینجا، آقا میتونم اجرا بکنم، هم این سرور میتونه گوش بده روی پروتکل SSH برای اینکه دیگران بهش بتونن متصل بشن، هم خود این سرور میتونه با استفاده از پروتکل SSH به یک ماشین دیگه متصل بشه. خب این فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که من بین ماشین هام میتونم فایل جابجا کنم، از سرور یک به سرور دو فایل جابجا کنم، از سرور دو به سرور یک دوباره فایل جابجا کنم و خیلی کارهای دیگه. و پروتکل SSH هم خب پروتکلی هستش که نه فقط برای اتصال به خط فرمانه، بلکه خب امروز ما کارهای خیلی بیشتری میتونیم بکنیم. مثلا ما میتونیم تانل راه بندازیم باهاش، یه VPN، حالا نشاید امکانات خیلی زیادی شاید بهمون نده، ولی میتونیم پورت فورواردینگ انجام بدیم. حتی SSH قابلیتایی داره برای اینکه اگر سرور من محیط گرافیکی هم داشت برای کار کردن، یا سرور لینوکسیه که مثلا محیط گرافیکی هم روش نصب شده، فقط خط فرمان نیست، SSH امکان اون رو هم میده و خیلی 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 امکانات دیگری. ولی خوبه که یک سری نکات بیسیک رو در مورد امنیتش بدونیم. خب بر روی تقریبا همه سیستم عامل‌هایی که SSH نصب هست، ما روی اگر که با دستور cd مخفف change directory به این فولدر یا دیرکتوری بریم و با دستور ls حالا فایل ها رو نگاه بکنیم، فایل های کانفیگ
اینجا قابل دسترس هستن. میبینین که ما یه فایل داریم به اسم ssh config، یه فایل دیگه داریم به اسم ssh dconfig. میتونم دوتاشو باز کنم نگاه بکنیم. ssh underline config، این یه فایل کانفیگه. ssh dconfig. خب چه تفاوتی وجود داره؟ ssh dconfig کانفیگ دمنه، به خاطر همین دی تهش وجود داره. ssh config کانفیگ کلاینته. من الان با دمن هم کار دارم. من نگران این هستم که پروتکل SSH که یه پورت باز داره روی سرور من و داره گوش میده و داره ریسپانس و پاسخ هم میده، هیچ ضعف امنیتی نداشته باشه، هیچ حفره امنیتی نداشته باشه و ایمن باشه. برای همین من با SSH dconfig کار دارم. SSH config ممکنه که شما یک روزی نیاز به تغییر این هم داشته باشین، ولی فعلا من الان کارم با این فایل SSH dconfig. خب اگر من این رو با یک ادیتور باز کنم، حالا ادیتور هر چیزی که شما آشنا هستید، نانو برای کسایی که با ادیتورهای دیگه آشنا نیستن راحت ترینه. با یه سری کلیدای میون بر شما میتونید فایل رو سیو کنین، خارج بشین، با کنترل X ازش خارج میشین. اگر هم تغییری توی فایل داده باشین ازتون میپرسه که میخواین سیوش کنین. مثلا من اینو اگر این خط رو یه تغییری بدم و کنترل X رو بزنم، ازم میپرسه که میخوای سیو بشه و یس رو میزنم و اینتر و میگه که دسترسی به پرمیشن وجود نداره. خب چرا؟ به این دلیل که من حالا خارج میشم از این ادیتور نانو. به این دلیل که نگاه کنید به خط فرمان من، نگاه کنید یوزری که من دارم باهاش فایلم رو ادیت میکنم یوزر ریشه و روت نیست. تنظیمات سیستمی، تنظیماتی که توی مثلا دیرکتوری etc ssh هستن، پرمیشنه که روشون تنظیم شده نیاز به این داره که شما کاربر روت باشین که بتونین اون فایل رو ویرایش کنید، یا حتی در مواردی ممکنه که حتی برای خوندن اون فایل هم شما نیاز داشته باشین روت بشین. حالا بحث پرمیشن ها و دسترسی فایل ها رو بعداً حتما توی ویدیوی دیگه در مورد صحبت میکنیم. ولی اگر دقت بکنیم من دسترسی خوندن رو داشتم، تونستم فایل رو باز کنم بخونم، ولی دسترسی نوشتن رو نداشتم. در مواردی که فایل کانفیگ شما ممکنه اطلاعات حساس داشته باشه، مثلا کلیدهای رمزنگاری، حتی ممکنه که دسترسی خوندن هم محدود شده باشه و البته حتما باید حواستون باشه که دسترسی اینا اشتباهی وقتی عوض نشه، که مثلا من الان امکانی رو دارم که روی سرورم فایل کانفیگ SSH رو دسترسیش رو جوری تغییر بدم که همه بتونن ویرایشش کنن، ولی بسیار خطرناکه. یعنی اگر یک برنامه‌ای که بالاخره به قول خودمون هک شده، یک حفره، یک نفوذی در سرور اتفاق بیفته، خیلی خیلی راحت میتونن از طریق همین SSH و تغییر مثلا فایلش حفره های دیگری رو اضافه کنن، دسترسیشون رو بازتر کنن، بیشتر کنن. خب پس من نیازه که با کاربر روت فایلم رو ویرایش کنم. به چه صورت میتونم من کار رو انجام بدم؟ یکی با دستور سودو، یعنی من دستور سودو رو قبل کامندم میذارم، ازم پسورد اکانتم رو میخواد و الان با کاربر روت باز کردیم رو. این یه راهشه. یه راه دیگه اینه که من با دستور sudo su کلن، ببینید اصلا اینجا نوشته من روت شد ریشم، اگر هم با دستور who am I یوزر سیستم رو چک کنم، به اینجا پاسخ رو روت میده. این راه دومشه، تفاوتی نداره، دوتاش رو میتونین انجام بدین. حالا مزایا و معایبی هر کدوم ممکنه در شرایطی داشته باشن. خب پس من با کاربر روت فایل ssh dconfig رو باز میکنم و خط به خط خب اونایی که حالا مهم هست رو نگاه میکنیم، اونایی که برای امنیت ممکنه برامون مهم باشه. یکیش که خب خیلی اتفاقا مردمم کسایی که با SSH کار میکنن ممکنه که براشون مهم باشه، پورت SSH به صورت دیفالت روی عدد 22 تنظیم شده.
حالا شما ممکن از یه هاستینگی، یه سروری چیزی تهیه میکنید، خود اون هاستینگ پورت رو عوض کرده باشه. تغییر دادن پورت SSH هیچ امنیتی به سرور شما اضافه نمیکنه، به خاطر اینکه خیلی راحت با اسکن پورت های سرور میتونن پورت شما رو، پورتی که عوض کردین رو پیدا کنن. شاید یه چند دقیقه بیشتر طول بکشه ولی کاملا راحته انجام دادنش. تنها کاری که ممکنه بکنه اینه که اون مثلا اتک هایی که روی سرور شما داره میاد رو یه کمی کمتر کنه، لودش رو. مثلا چه سناریویی؟ شما یه سرور خیلی خیلی کوچولو دارین، یه هسته داره، یه گیگ رم داره، کوچیکه، منابعش محدوده و خب پورت 22 هم SSH روشه. چون پورت 22 یه پورت شناخته شده است و IP سرور شما هم پابلیکه، مدام اتک روی سرور شما داره میاد. اتک که میگم منظور اینه که درخواست هایی میاد که سعی میکنن پسورد سرور رو حدس بزنن برای اینکه نفوذ اتفاق بیفته و حتی آدم هم این کار رو انجام نمیده، رباتیکه، کده. یه گوشی که مثلا ویروسی شده، به قول معروف حالا توی دنیای امنیت زامبی میشه و به صورت شبکه‌ای مثلا 1000 تا گوشی اقدام به نفوذ میکنن به سرورها، به سایت ها. حتی صاحب اون کامپیوتر هم ممکنه ندونه که از کامپیوترش داره اتک میره، از سرورش هک شده داره اتک میره. و بعد هم اگر سرور شما موفق بشن که پسوردش رو حدس بزنن، بالاخره توی اون 100,000 1 میلیون سروری که داره روشون این اتک ها زده میشه، بالاخره یه چند تایشون موفق میشن که وارد بشن. پسوردشون پسورد ناامنیه، 1 2 3 4 5 6 7 8 گذاشتن، همچین چیزایی، یا یک حفره وجود داره، موفق میشن وارد بشن و اون وقت حالا سیستم شما هک میشه و خودش هم ممکنه دوباره زامبی بشه و اتک بره ازش بیرون. اگر سرور شما کوچیک هست، خب عوض کردن این پورت به یه پورت دیگر ممکنه که لودی که داره روی CPU و منابع سرور شما وارد میشه رو کم کنه. صرفا همین، هیچ امنیتی اضافه نمیکنه و بهتر حتی روش حساب نکنید. یعنی نظر منه که این پورت رو بذارید همون 22 باشه، چرا که اینطوری دوچار این توهم نمیشید که شما با این کار امنیت سرورتون بالا رفته. و بهتره که به جای این، حالا توی دنیای امنیت یک اصطلاحی وجود داره، obscurity is not security، یعنی پنهانسازی و پیچیده سازی و مبهم سازی امنیت نیست. بنابراین به جای تمرکز روی این، روی چیزهای دیگری که مهم هستن تمرکز کنید. بنابراین حتی وقتی بحث ایمنی سروره، من میذارم همین پورت 22 باشه. خب یه سری کانفیگ های دیگه وجود داره. بسیار از این کانفیگ ها، خب الان میبینید که این اولش یه هشتگ وجود داره یا به علامت پاوند، یعنی این مقدار دیفالتش همینه، مقدار پیشفرضش همینه. اگر که این هشتگ رو دست نزنید همون مقدار اعمال میشه. خب خیلی از این تنظیمات رو من اصلا نمیخوام دست بزنم. چند تا تنظیمی که برای من جالبه. یکی تنظیم permit root login. من کامنتش رو اول پاک میکنم. permit root login الان yes تنظیم شده. یعنی چی؟ یعنی این رو اجازه میده که آیا کاربر روت و ریشه امکان لاگین با استفاده SSH رو داره یا نه. خب خطرش کجاست؟ اگر که شما پسورد مثلا کاربر روتتون نفهمیدین، پسوردش خالیه، empty پسورده، دیگه هیچی، دیگه سریع هک میشه. اگر که پسورد روت ضعیفه، 1 2 3 4 5 6 7 8 یک تاریخ تولدتونه و اسم مثلا پدرتونه، اینها چیزایی هستش که راحت قابل حدسه و ممکنه که حدس زده بشه. من میتونم این رو نو بکنم، خب که در این صورت من میتونم SSH کنم به کاربرهای دیگه سیستم ولی به روت نمیتونم. یا یه ولیو و مقدار دیگه هم میشه بهش داد و اون prohibit
پسورده. خب این چه تفاوتی داره با yes و no؟ SSH تنها راهی که به شما امکان اتنتیکیشن و احراز هویت رو میده فقط پسورد نیست. اتفاقا پسورد یکی از بدترین راهاییه که شما میتونید SSH رو انجام بدید به یک سروری، به یک مقصدی. SSH امکان استفاده از کلیدها رو هم به ما میده. خب حالا من الان وارد بحث کلید هم قطعا باید بشم چون مهمترینش همین هستش. خب پس الان من اگر محتویات SSH رو بذارم روی prohibit password، من فقط با کلید میتونم به روت لاگین بکنم. خب با رمز نمیتونم به روت لاگین بکنم، ولی با رمز میتونم به کاربرهای دیگه سیستمم لاگین بکنم. خب پس اینو تا اینجا داشته باشیم. من خودم روی خیلی از سرورهام این رو میذارم چون من میخوام با کلید بتونم لاگینم رو انجام بدم. اینو اینجا داشته باشیم. الان من وارد بحث کلید در SSH میشم. اینو سیو میکنم. خب من زمانی که بذارید من توی سرورم ماشین حساب بالا بیارم، یه ماشین حساب متنیه. خب میخوام یه محاسبه ساده انجام بدم. فرض میگیریم که زبان انگلیسی چند تا کاراکتر داره، مثلا 30 تا، حالا فکر کنم 28 تا باشه. 10 تا هم ارقام هستن، 10 تا هم سمبول هایی هستن که مثلا ادساین و هشتگ و علامت تعجب و ستاره و اینجور چیزا. خب من اگر بخوام با ترکیب این مثلا 50 حرف 50 کاراکتر پسورد بسازم، پسورد مثلا 8 کاراکتری، تعداد کامبینیشن ها و ترکیباتی که میتونم بسازم چند تاست؟ میشه 50 به توان 8. یه همچین عددی میشه. عدد نسبتا بزرگیه، درسته؟ ولی خب وقتی که من میام از مثلا کلید رمزنگاری استفاده میکنم، کلید رمزنگاری به صورت رندوم خودش جنریت میشه دیگه، نه تاریخ تولد توش تاثیر داره، نه اسم پدر، اسم سگمون، اسم سایتمون، اسم کوچیکمون، اسم فامیلیمون، چون اینا همه چیزایی هستن که این درسته این عدد الان عدد نسبتاً بزرگیه، ولی کافیه شما سال تولدتو بذاری توی پسورد، اسم کوچیکتو بذاری توی پسورد، دیگه اصلا امنیت صفر تقریبا، خیلی راحت میشه حد زد. ولی وقتی که من میام کلید میسازم، کلید به صورت اتوماتیک و رندوم ساخته میشه، رندومنس توش رعایت میشه و درسته که پسورد کاراکتری نیست و از جنس بایت و بیته، ولی مثلا 256 بیته، هر بیت 0 و 2 دیگه، 0 و 1 عذر میخوام. پس تعداد کامبینیشن هایی که به من میده مثلا 2 به توان 256. این عدد خیلی بزرگتره، میبینید دیگه روی ماشین حساب. حتی 2 به توان 128 هم باز از اون عدد اول رمز 8 کاراکتری من خیلی بزرگتره، درسته؟ میبینید دیگه. بنابراین مهمترین کاری که ما میتونیم انجام بدیم با SSH و حتی خیلی از سیستم های رمزنگاری دیگه اینه که ما اون رمزهای ترادیشنال و سنتی رو اصلا بذاریم کنار، خب، و از کلید استفاده کنیم. حالا من از این خارج بشم. حالا SSH یک ابزاری به ما میده به اسم SSH Keygen. من الان راهنماش و منوالش رو باز میکنم که اون پارامترهایی که این دستور قبول میکنه رو ببینیم.
ببخشید. خب میبینید اصلا آپشن خیلی زیادی داره، مسلما همه اینا رو من نمیخوام بگم، فقط یه چند تا مسئله. ما انواع مختلف کلید میتونیم بسازیم، تایپ های مختلفی که حالا اون الگوریتم های رمزنگاریشون متفاوته، که توی اون دشتی که تایپ رو مشخص میکنه ما اینا رو میتونیم ببینیم. RSA مقدار دیفالت، یعنی من اصلا اگر به SSH کیجن نگم که چه تایپ کلیدی میخوام بسازم، RSA رو برای من میسازه. حالا من دوتای اینها رو میسازم که ببینید. RSA به صورت سنتی هم خب بیشتر همین RSA استفاده میشده، ولی کلیدهاش بلنده. یعنی اون کلیدی که مثلا من واقعیتش الان تعداد کاراکترهاش رو نمیدونم، میتونم سرچ بکنم. خب من زمانی که یک کلید RSA میسازم و میخوام این کلیدمو مثلا کپی پیست کنم به یه ماشین دیگه، رو سرور 1 تنظیم کنم، رو سرور 2 تنظیم کنم، اون فایل من، اون کلید من 544 کاراکتره، بلنده. در صورتی که کلید دیگری هم که SSH امکانش رو میده ED 25519 68 کاراکتره، خیلی کوتاه‌تر، تقریبا 1/9. و خب کپی پیستشون راحت تره، با اینکه همون امنیت رو تقریبا میده، همون میزان امنیت رو میده. و من خودم به شخصه خب سویچ کردم به این، اگر که حالا خیلی ناامنی بیشتری هم نداره، چرا ما بیایم از این کلیدی که سایز بزرگتر داره استفاده کنیم. من الان دوتا اینها رو میسازم که ببینید. الان خیلی نیاز نیستش که جز این چیزی که من گفتم شما بقیه این دستورها رو به این آرگومان هایی که SSH کیجن میگیره رو بدونید، ولی خب بدونید که هر وقت هر دستوری رو شما میخواستید که بیشتر در موردش بدونید، با دستور منوال میتونید اون راهنماش رو بخونید. خب من یک بار این کامند SSH کیجن رو خب یک نکته ای رو من باید عرض بکنم. من SSH کیجن رو میخوام رو ماشین خودم بسازم، نه روی سرورم. بنابراین من ترمینالم رو الان روی ماشین خودم باز میکنم. حالا شما اگر لینوکس ندارید اصلا واقعیتش مسئله ای نیستش، با ویندوز هم حالا راههایی وجود داره. ویندوز 10 که من خب فکر کنم که امکان این که شما SSH رو روی اون کامند لاین ویندوز داشته باشید وجود داره، باید فعال بشه البته. اگر هم حالا نتونستید با اون رو فعال بکنید، SSH رو در ویندوز 10، نرم افزار پوتی این شکلی نوشته میشه در ویندوز وجود داره که هم امکان SSH زدن به سرور وجود داره، هم امکان ساخت کلید. فقط یک نکته، کلیدی که پوتی میسازه قابل تنظیم روی سرور لینوکسی نیست، باید تبدیل بشه. حالا تبدیلشون سایت ها میتونن انجام بدن، ولی اگر که حالا لینوکس دارید که بهتر. اگر هم بتونید SSH رو روی ویندوز 10 را بندازید خب بازم بهتر. اگر سرچ بکنید حتما هستش، یا شاید در یک ویدیوی دیگه در موردش صحبت کنیم. SSH کیجن یک آرگومنت دیگه هم میگیره که اون خروجی فایلمون هست که میخوایم فایل رو بریزیم توش. خب یکی از دستورهای دیگه که پارامترهای دیگه که میگیره -n بزرگه که برای تغییر پسورد کلید هاست. حالا بذاریم ما الان یه دونه بسازیم. خب SSH کیجن F رو برای میذارم که اون خروجی فایلی که میخواد بسازه رو
بهش بدم. اگر این رو نسازید اشکال نداره، توی دیرکتوری هوم شما زیر دیرکتوری .ssh میاد خودش کلید رو میذاره، ولی من میخوام الان بهش بگم که کجا برام بذاردش. توی تمپ میریزم چون فقط برای آموزش دارم میسازمش، اسمش هم اینو میذارم. خب وقتی که اینو اجرا کردم در خط اول نوشته که generating public private RSA key pair. اینو ما اگه بدونیم چیه قطعا مهمه، اگه ندونیم چیه یعنی اصلا کلا نفهمیدیم چه خبره. ببینید ما الان داریم از نوعی از رمزنگاری استفاده میکنیم که بهش گفته میشه رمزنگاری نامتقارن. یعنی که من خیلی سریع اگه بخوام نشون بدم، صورت شماتیک، در رمزنگاری متقارن یا سیمتریک که اینجا عکسش رو میبینید، من یه دونه کلید دارم. این کلید هم ممکنه یه فایل باشه، پسورد باشه، فرق نمیکنه، کلید دیگه. این کلید هم رمز میکنه، همون چیزی که رمز شده رو دیکریپت میکنه، رمزگشایی میکنه. این میشه متقارن. از اسمش هم مشخصه برای چی بهش گفتن متقارن دیگه. تقارن بین انکریپشن و دیکریپشن با یک کلید. نامتقارن این هستش. من میام یک جفت کلید میسازم، یکی از اینها سیکرت مخفیه، یکیشون پابلیکه. از اسمشون مشخصه، اونه که سیکرت مخفیه باید ازش محافظت بشه، نباید افشا بشه. اونه که پابلیکه عمومیه، اصلا میتونی به دوستت بدی، میتونی بذاری رو اینترنت، واقعا امنیت رو به خطر نمیندازه. با پابلیک کی رمزنگاری انجام میشه، ولی فقط با پرایوت کی رمزگشایی میتونه اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یک مثال بزنیم. شما میخواید برای من یه پیام بفرستید و میخواید مطمئن بشید که پیام ایمنه، روی بستر ناامنی مثل اینترنت. یه جفت کلید میسازید که میشه یکیش عمومی، یکیش میشه خصوصی. کلید عمومی رو برای من که دوستتون هستم میفرستید، من پیام سیکرتی که میخوام برای شما بفرستم رو با کلید عمومی شما رمز میکنم، برای شما اون پیام رمز شده رو میفرستم. ایمیل میشه کرد، رو تلگرام، رو واتساپ، واقعا فرقی نمیکنه. هیچ کس نمیتونه این رو باز کنه، حتی با پابلیک کی، با اینکه با پابلیک کی و با کلید عمومی اینو قفل کردم، ولی باز شدن قفل فقط با کلید خصوصی اتفاق میفته که فقط صاحب اون جفت کلید که داره اون کلید خصوصی رو سیکرت نگه میداره میتونه بازش کنه. امیدوارم که خوب تونسته باشم این کانسپت رو توضیح بدم. همین هستش. من زمانی که اینجا دارم یه پابلیک کی پرایوت کی میسازم منظور اینه. پس فریز یه رمز براش میذارم. اگر رمز نذارم خب ناایمنه دیگه، هر کس به کامپیوتر من دسترسی داشته باشه اون کلید رو میتونه ازش استفاده کنه. یه رمز گذاشتم. خب یه کلید بر من ساخت، حالا فینگرپرینتش هم به من داد، رندوم آرت ایمیجش هم به من داد. اینا الان خیلی برای من مسئله نیست. کلید عمومیم رو تو این آدرس گذاشت، کلید خصوصیم رو تو این آدرس گذاشت. خب دوتا اینها رو باز کنیم. این چون برای تست مهم نیست، ولی کلید خصوصیتون رو شما هیچ وقت به کسی دیگه نشون ندید. این کلید خصوصی منه، میبینید چه فایل بزرگیه. این RSA که همونه که گفتم بزرگه. این کلید عمومی منه که البته کلید عمومیم یه کمی کوتاه‌تره ولی باز هم بزرگه. خب من یک بار دیگه این SSH کیجن رو
اجرا میکنم. این بار -t ed 255 255 19 این بار هم پروسه به همون شکله. فقط با این تفاوت که خب جنس کلیدی که ساخت از یه تایپ دیگه است و خیلی کوتاه‌تره. میبینید کلید عمومیم خیلی کوتاه‌تره، تقریبا یه خط جا میشه توی ترمینال. کلید خصوصیم هم باز کوتاه‌تره. خب پس برای همین من اینو ترجیح میدم به اون یکی کلید و از این الان میخوام استفاده کنم که روی سرورم استفادهش بکنم. خب من البته خب برگردیم حالا اینجا. من کلیدمو ساختم. من الان صفحه‌ای که اینجا دارم این SSH نیستش. این کنسولی هستش که هاستینگ من داره به من میده. این دوتا متفاوتن با اینکه دوتاشون خط فرمانن، ولی به این معناست که من حتی اگر سرورم ریستارت بکنم، حتی اگر SSH رو دیزیبل بکنم، پورتش رو ببندم، این کنسول باز هم وجود داره، یه چیز متفاوته. حتی اگر اینترنت مثلا سرورم مشکل بخوره، باز همین کنسول برقراره و در چنین مواقعی هم اتفاقا استفاده میشه ازش کرد. در مواقعی که مثلا اینترنت مشکل داره، تنظیمات فایروال سرور اشتباه تنظیم شده، میشه با کنسول وصل شد و اون اصلاح کرد. من اگر بخوام الان به سرورم SSH بزنم، اگه که یک ترمینال باز بکنم، اینجا یوزرنیم رو می نویسم، خب پورتم 2222 تنظیم شده بود. این پسورد رو ازم میخواد و وارد شدم. خب من حالا میخوام کلیدی که ساختم رو با اون استفاده کنم، از اون استفاده کنم. اول من اینو کپی میکنم، حالا به هر روشی که شما مایل هستید کپی رو انجام بدید. خب با یک ادیتور فایل .ssh/authorized keys رو باز میکنم. فایل خالیه، چیزی توش نوشته نشده. اینجا پیست میکنم کلیدی که کپی کردم رو و سیو میکنم. این بخش آخر جزئی از کلید نیست، اون اسم کلیدی یه جورایی، ولی میذارم بمونه دیگه. کنترل X سیو. من الان اگر دوباره بخوام به سرور SSH بزنم، این دفعه ببینیم چی میشه. خب با دش آی اون کلید خصوصیم رو بهش میدم. اگر که شما توی همون فولدر دیفالت SSH گذاشته باشین، این دش آی هم نیازی است. حتی یعنی اون موقع که خواستید کلید بسازید، اگر که دش F رو به کار نبرده باشید، اون هم نیازی است. کلید خصوصیم رو بهش میدم. پورت سرورم رو مشخص نکردم.
و لاگین شدم. خب حالا برگردیم به همون تنظیمات SSH که داشتیم روش کار میکردیم. این دفعه من از ماشین خودم بس شدم. پورت رو از 4 تا 2 گذاشتم روی 22، ولی چون ری استارت نکردم SSH رو این تغییر هنوز اعمال نشده. آدرس آی پی و اینا رو که خب نمیخوام عوض کنم. اتنتیکیشن هم روی پروهیبیت پسورده، یعنی امکان لاگین کاربر روت وجود داره ولی فقط با کلید. پسورد دیگه نه، پسورد برای روت دیزیبل شده. حالا من میخوام حتی یه لول از این باز امنیت رو بالاتر ببرم، کلا پسورد رو من میخوام دیزیبل کنم و غیر فعال کنم. پابلیک کی اتنتیکیشن روی یس دیفالتش، البته این آن کامنت که میکنم تغییر نمیکنه چون همون دیفالت دیگه. پسورد اتنتیکیشن هم روی یس، من نو میکنم این رو. پرمیت امپتی پسورد هم روی نو، پسورد خالی امکانش نیست. الان من با این پسورد رو کلا غیر فعال کردم. البته این خط چرا اینجا بوده، اشتباه، پاکش کنم اینو. خب اوکی، سیو. حالا من کافیه که یه ریلود به SSH بدم. سرویس خب دیگه حتی اون SSH هایی هم که باز بودن بسته نشد. بخشید. خب حالا من اگر یک بار دیگه مثلا اینو ببندم، خب یه بار دیگه SSH بزنم به سرور، پورت هم دیگه 22، چون پورت 22 پورت دیفالت SSH نیازی اصلا این بهش به پورت بدم و تلاش کنم برای لاگین. میگه که لاگین نمیتونی بکنی چون اصلا من پسورد رو غیر فعال کردم و اون کلیدهایی هم که توی فولدر .ssh روی سیستم من وجود داره، این کلیدها هم رو سرور تنظیم نشده. درسته من کلید ساختم ولی توی آدرس دیگه گذاشتم. کجا گذاشتمش؟ با دش آی بهش مشخص میکنم، temp id. اوکی. الان از من پسورد میخواد، نه پسورد سرور رو، نه پسورد یوزری که روی سرور من تنظیم شده، پسوردی که روی کلید SSH هم گذاشته شده. شما میتونید موقعی که دارید کلید SSH میسازید یا حتی بعد از اینکه ساختید حتی پسوردش رو از روش حذف کنید، پسورد نذارید. اون موقع وقتی که تلاش میکنید برای لاگین کردن بدون هیچ پسوردی یه راست میرید توی سرور. درسته کار راحت تر میشه برای یه سری از فرآیندهایی که نیاز به اتوماسیون وجود داره، ممکن است این راه استفاده بشه ازش، ولی ایمنی رو پایین میاره. پس من پسوردی که موقع ساخت کلید دادم رو وارد میکنم و وارد سرور شدم. خب حالا ما یه سری ما امکان SSH با کاربر ریشه رو هم داریم، درسته؟ ولی لاگین نمیکنه. چرا؟ چون من کلیدم رو روی کاربر روت ست نکردم که الان این کار رو انجام میدم. اول با sudo su به روت تبدیل شدم، با cd فولدر .ssh وجود داره، نیاز به ساخت اگر وجود نداشت
با make.dir.ssh این فولدر رو باید بسازید. حالا فایل authorize keys که زیرش هست رو باز میکنم. هیچ کلیدی داخلش نیست. یه کار دیگه هم میتونم بکنم، به جای اینکه کلیدامو دوباره کپی پیست کنم، از اون فایلی که قبلا تنظیم کردیم رو کپی میکنم و دوباره SSH هم رو ریلود میکنم. حالا یک بار دیگه تلاش میکنم که به روت لاگین کنم و کلیدم ست شده و وارد روت شدم. تنظیمات دیگه هم من دیدم برای ایمنی حالا پیشنهاد شده، مثلا که شما اگر از X11 استفاده نمی کنید که میشه همون بحث بحث شدن به این محیط گرافیکی که اصلا شما اگر سرورتون محیط گرافیکی نداره اینو میتونید نو بکنید. TCP forwarding اگر نمیخواین اصلا تونلی بشه روی سرور شما زد، اینو میشه نو کرد. البته من برای VPN و برای دور زدن فیلترینگ و اینها خودم استفاده میکنم از این قابلیت، ولی اگر ایمن سازی میخواید بکنید خب اون قابلیت هایی که استفاده نمیکنید رو میتونید حذف بکنید. Max Authentication Tries این البته خودش هم تنظیمش خیلی میشه عوض کرد دیگه. اگر که میخواید ایمن تر بکنید ماکسیموم تعدادی هستش که میشه تلاش کرد برای لاگین به سرور قبل اینکه بلاک بشه. خب اینا مهمترین تنظیماتی بود که من میخواستم به اشتراک بگذارم. سیو میکنم. فقط فراموش نکنین که با هر تغییری که روی فایل کانفیگ میدم نیاز به ریلود یا ری استارتش وجود داره. ری استارت SSH. ریلود همیشه بهتره چون موجب بسته شدن SSH نمیشه، SSH هایی که روی سرور وجود داره. و این آموزش ایمن سازی SSH روی سرور لینوکسی یا حالا مک BSD تفاوتی نداره، هر جایی که SSH داره به کار میره. و یک نکته ای هم بگم که بین سیستم عامل های مختلف، دیستریبیوشن های مختلف لینوکس، BSD، سیستم عامل های مختلف BSD، ممکنه اون مقدار دیفالتی که روی تنظیمات SSH گذاشتن متفاوت باشه. این رو هم در نظر بگیرید. مثلا شما وقتی که میرید روی سیستم عامل های BSD به صورت دیفالت پسورد غیر فعاله و این در حقیقت تمهیدات امنیتی در نظر گرفته شده. خیلی ممنونم. امیدوارم که آموزش مفیدی بوده باشه.